صبح دهم ماه سال 2024 تخمین ساعت 9:40 راننده ماشین تمغه تایوتا اوماروف شومیرزا بهرونوویچ سال تولدش 1997 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در شوروی دوشنبه خوجند از سمت ولایت سوغد به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 32.60 شوروی نویه ورزوب از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به ستون بین روی ماشینگرد برخورده است. در نتیجه خود راننده اوماروف و مسافرانش عثمانوف محمد علی سال تولدش 2004 خدایقلو و سنم سال تولدش 1962 ساکنان شهر پنجکند جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر ماشین مذکور غفوروف بهادر سال تولدش 1994 و خدایقلو و همروی سال تولدش 1965 ساکنان همانجا جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. شب 9 ایون سال 2024 تخمین ساعت 22:40 راننده ماشین تمغه اوپل زفیر امینوف انور سال تولدش 2000 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در روی ماشینگرد همین شهر بعد گذشتن چهارراه چشمه از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران سلیمانوف رحمت الله سال تولدش 2000 ساکن نویه باباجان غفوروف را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. دوم ایون سال 2024 تخمین ساعت 2:55 راننده ماشین تمغه تایوتا کمری فیض‌علیف سعدالله سال تولدش 1998 ساکن نویه شمس‌الدین شاهین هنگام حرکت از سمت شهر نورک به سمت شهر وحدت در حدود دهه ایلاک شهر وحدت از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده نابالغ نورزاده مزدلیفه سال تولدش 2014 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ نورزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه روشقله با عریضه مرد 31 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 9 ایون سال 2024 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از داخل جیوان 20,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 19 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده ماه آگوست سال 2022 در محله 33 شهر دوشنبه با راه فریب به باوری جوان 25 ساله ساکن پایتخت در آمده برای از نو برقرار نمودن به دانشگاه از او در 3 مرحله در عموم 43,000 سامانی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.